من اوایل که کارمو شروع کرده بودم شاید برای من بیش از 1 سال زمان برد که به 1 میلیارد اول رسیدم، ولی الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم خیلی وقتا پیش میاد در یک روز چند میلیارد پول داره میاد توی حساب من. خیلی خوش اومدید به دوره رایگان برداشتن 5 تا مانع رسیدن به درآمد 3 برابری. همین الان یه سری موانعی توی زندگی توی بیزینست هست، فقط کافیه همین 5 تا مانع رو برداری که درآمدت 3 برابر شه، که بتونی به درآمد میلیاردی برسی. و اینم تاکید کنم، گفتم دوره رایگان، ولی واقعا این دوره رایگان نیست. چرا رایگان نیست؟ چون اول من خودم کلی تایم گذاشتم و دیتایی رو دارم در اختیارتون قرار میدم که میتونه زندگیتون رو تغییر بده. و شما هم دارین گرونبهاترین چیزی که تو زندگی دارین تایمتون رو صرف این دوره میکنه. پس دوره رایگان نیست و نمیخوام خیلی مقدمه داشته باشه. بریم سراغ اصل مطلب. چیکار کنیم همین الان درآمدمون 3 برابر شه؟ چرا همین الان کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن خیلی هاشون نمیتونن به درآمد 3 برابری برسن؟ مورد اول، خب این جلسه قرار در مورد اول صحبت کنیم. مورد اول اینه که ببینید خیلی ها همین الان هیچ برنامه مشخصی واسه رسیدن به درآمد 3 برابری ندارن. خیلی درگیر روتین تکراری زندگیشون هستن. با انجام کار تکراری میگن از هیچ متفاوت میگیری. خیلی اصلا به این فکر نمیکنن همین الان مثلا رسیدی به درآمد 20 میلیون میتونه بشه 60 میلیون، رسیدی به 100 میلیون میتونه 300 میلیون هم باشه، رسیدی به 1 میلیارد میتونه 3 میلیارد هم باشه. اصلا بهش فکر نمیکنن. من به عنوان دکتر کاویانی اگه یک روز اون اکشن پلن روزانه‌مو نداشته باشم، برای بیزینسام یه سری کارا رو انجام ندم، اون برنامه نباشه، برای منم این اتفاق نمیفته. منم درجا میذارم، منم استوب میذارم. همه چیز برای من میدونم کجا شروع شد؟ از همون روز اولی که کارمو شروع کردم. وقتی کارمو شروع کردم توی مکتبستان من رسیدم به یه درآمد 300,000 تومانی. وقتی به 300,000 تومان رسیدم من نگفتم چرا کمه یا مثلا خدای شکر چرا زیاد. من یه چیز فقط تو ذهنم خب دائما داشت تکرار میشد، اگه به 300 رسیدم پس به 600 هم میشه رسید. به 600 رسیدم گفتم پس به 1 هم میشه رسید. به 1 رسیدم گفتم پس به 3 هم میشه رسید. به 30 هم میشه رسید. به 1 میلیارد هم میشه رسید. به 3 میلیارد هم میشه رسید. وقتی این اتفاق افتاد دیدم آره میشه درآمدو چند برابر کرد. و الان میخوام به شما هم همینو بگم که همین الان باید چیکار کنی که درآمدت 3 برابری شه. همین الان 5 تا مانع است. این 5 تا مانع رو باید برداری. 5 تا کار ساده است که باید انجام بدی. اولین کاری که میخوام تو زندگیت انجام بدی، توی بیزینست انجام بدی که درآمدت 3 برابر شه، تو باید بدونی اصلا همین الان میانگین درآمدت چقدره. خیلی همین رو نمیدونن. توی 6 ماه گذشته خالص دریافتید از بیزینس از کسب و کارت چقدر بوده؟ یه عددیه دیگه. اون عدده رو همین الان میتونی چند برابرش کنی. ببین مثلا میگم یه فردی خب مثلا میگه من درآمد 1 سالم بوده چه میدونم مثلا 300 میلیون، میخوام 3 برابرش کنم. مثلا من میخوام امسال خب برسم به 1 میلیارد درآمد. خب 1 میلیارد درآمد عدد مشخص شد، بعد محاسبات ریاضی هم انجام بدید دیگه. محاسبات ریاضی پیچیده هم نمیخواد. مثلا من یه محصولی دارم حاشیه سودش 100,000 تومانه، درسته؟ برای این که به 1 میلیارد برسم 100,000 تومان 1 میلیارد، پس من 10,000 تا مشتری میخوام. محصول دارم حاشیه سودش 200,000 تومانه، من چند تا مشتری میخوام؟ 5,000 تا. محصول دارم حاشیه سودش 500,000 تومانه، من چند تا مشتری میخوام؟ 2,000 تا مشتری میخوام. 2,000 تا مشتری هم فکر نکن خیلی چیز عجیب غریبی ها. من 2,000 تا مشتری میخوام، یعنی ماهانه مثلا یه چیز حدود 166 تا، حالا مثلا روندش کنیم 150 تا ماهانه مشتری میخوام. 150 تا در یک ماه یعنی مثلا تو 30 روز روزی 5 تا مشتری میخوام. 5 تا مشتری در یک روز، مثلا 2 تا صبح بفروشم، یکی عصر بفروشم، 2 تا شب بفروشم، خب میشه همون دیگه، میشه 2,000 تا در یک سال. ببین یه محاسبه ساده است، یه 2 تا 4 تا ساده است. این کارو باید تو بیزینست انجام بدی. هدفتو مشخص کن، یه 2 تا 4 تاست. امسال میخوای به چقدر برسی؟ عدده باید مشخص شه. عددو مشخص کردی، تعداد مشتری هم مشخص شده دیگه. حالا مورد دوم، تو یه محصولی داری که مثلا امسال میخوای به 1000 نفر بفروشی. این محصول تو چه دردی رو دوا میکنه؟ چه مشکلی رو داره حل میکنه؟ مشکل کیو داره حل میکنه؟ خب تو باید بری سراغ اون نفره. پول تو همین الان دست یه سری آدم هاست. اونا به تو نیاز دارن، تو هم به اونا نیاز داری. تو درد اونا رو دوا میکنی، اونم در ازاش به تو یه پولی میدن. از محصول تو، از خدمات تو استفاده میکنن. مشتریت کیه؟ کیا ازت میخرن؟ اونایی که ازت میخرن کجان؟ چه جوری باید بهشون برسی؟ چه پیامی باید بهشون بدی؟ ببین فوکوس روی عدد باشه، راه پیدا میشه. فوکوس باید روی عدد باشه. عدد 1000 تا مشتریه. من امسال
از آسمون سنگم بباره 1000 تا مشتری میخوام. حالا مشتریم کیه؟ مشتری مشخص شد کجاست، برو سراغش. دست رو دست گذاشتی بعد میگی مثلا مشتری منو پیدا نمیکنه، تو پیداش کن، تو بهش برس. ببین الان دنیایی شده که شما مثلا با سوشال مدیا، با یه پیج اینستا، با یه دونه ریلز خب میتونی مثلا 50,000 تا مخاطب هدف پیدا کنی. من الان یه دونه ریلز گذاشتم فکر کنم 55,000 تا مخاطب هدف اومده تو پیجم، یه دونه ریلز. پس فکر نکن خیلی چیز عجیب غریبیه. تو مشتریت باید بدونی کیه، بری سراغش. همین الان مثلا توی همین ما توی دکولای، توی فقط یکی از شعب ما چند میلیارد فروش داشتیم. فکر کن چه جوری بهش رسیدیم. ما یه سری کار ساده انجام دادیم. اکشن پلنه بوده. مشخص کردیم این ماه می‌خوایم به چه عددی برسیم، چه تعداد مشتری می‌خوایم. حالا این مشتری‌ها رو چجوری باید پیدا کنیم؟ خب یه سری کارا انجام دادیم. مثلا ما به همه پیجایی که توی شهر گرگان و استان گلستان هستن رفتیم تبلیغات دادیم. فکر نکن چند صد میلیون، نه، شاید حتی به 10 میلیون هم نرسه. بلاگرای شهر، بلاگرایی که پیج هایی دارن که مخاطب های این شهر اونا رو فالو دارن، خب با اونا ارتباط گرفتیم، ازشون دعوت کردیم بیان فروش کن. SMS فرستادیم. فکر نکنه SMS چیز عجیب غریبیه. به 100,000 نفر الان بخوای SMS بدی شاید نهایت بشه 15 میلیون. تو محصول داشته باشی، آسیج سود خوبی داشته باشه، 100,000 نفر بهشون SMS میدی، نهایت مثلا میخواد بشه 15 میلیون. 10 تا مثلا بنر شهری زدیم، بروشور چاپ کردیم، این بروشور رو رسوندیم به دست ادارات، به دست ارگان‌ها، بیزینس‌ها، گفتیم این بروشور ماست، محصولات ماست. کمپین تعریف کردیم، یه کمپین خیلی ساده، عنوانش مشخص شد، شرایطش مشخص شد و این کمپین رو اجرا کردیم. تراکت حتی چاپ کردیم. مثلا یه تراکتی که تا میخوره روش نوشته یه خبر مهم برای گرگانیا، باز میکنن مینویسه مثلا یه جشنواره داره دکولاک، با این شرایط الان میتونی بیای خرید کنی. خب ما این کارا رو اگه انجام نمیدادیم آیا مشتری اصلا ما رو پیدا میکردن؟ پیدامون نمیکردن که، ولی ما پیداشون کردیم. ما ازشون خواستیم که از محصول ما استفاده کنن. ما بهشون گفتیم یه محصولی داریم، پاسخگوی نیاز شماست، شما به این نیاز دارید، ما به شما نیاز داریم. عددت رو مشخص کن، محاسبات ریاضی تو انجام بده. مشتریت ببین کجاست، خودت برو سراغش. ببین دست رو دست بذاری اتفاقی نمیفته که. خیلی الان دارن تو بیزینس درجا میزنن، چون دست رو دست میذارن. محصولت چیه؟ مثلا لباس داری، میگی مثلا مخاطب من نوجوانا. خب این نوجوانا کجان؟ تو باشگاه ورزشی هن، برو سراغشون. توی مدارس هن، برو سراغشون. توی مثلا یه جشنواره، یه مسابقه جایی هستن، برو سراغشون. تو دست رو دست بذاری اونا پیدات نمیکنن. من این محصول دارم، این ویژگی رو داره، مطمئنم تو خوشت میاد، تشریف بیار، در خدمتم. هدفتو مشخص کن، به چه عددی میخوای برسی، اون عدده و اون تعدادی که نیاز داری کجا هستن. مسئولیت زندگی رو بپذیر. درآمد 3 برابری اولین چیزی که میخواد اینه که تو مسئولیتش رو بپذیر. من باید بهش برسم، در هر شرایطی بهش برسم. و همزمان باید آموزش هم ببینی، مهارت تو باید زیاد کنی. من الان مثلا چند مورد فقط واسه دکولایف گفتم. توی مستر کلاس راکت ما حدود 40 راه برای مشتریابی گفتیم. خیلی از افرادی که توی بیزینس هستن میان توی مستر کلاس راکت گفتن عجب چیزیه، عجب تکنیکیه دکتر، ما باورمون نمیشد انقدر ساده میتونیم به مشتری برسیم. چرا درآمدش انقدر سریع چند برابر میشه؟ چون شانسی نیست، اتفاقی نیست. باید مشتریابی کنی، باید بتونی فروش افزایش بدی، باید بتونی یه تبلیغ خوب بنویسی، باید بتونی یه پیام بهشون برسونی، باید بدونی کجا هستن، روش‌های مشتریابی نوین چیه، بری سراغ مشتری. توی همین بازاری که خیلی ازش مینالن، خیلی هم هستن خوشحالن، چون بلدن، چون فرمول داره. هر چیزی فرمول داره. من کلا شانس از زندگیم گذاشتم کنار، گفتم اگه میخوام به چیزی برسم باید راهش رو پیدا کنم. پیدا کردن راهش هم از در آموزش میگذره. میخوای درآمد 3 برابر شه، پس باید مشتریاتو 3 برابر کنی. بلدی؟ خب میتونی یاد بگیری. باید فروشتو 3 برابر کنی. بلدی؟ میتونی یاد بگیری. دنبالش برو. برگردیم به همون اول صحبتم. خیلی از شمایی که الان درآمدتون 3 برابر نمیشه، اصلا پلنی واسش ندارین. پلن آموزشی ندارین، پلن اجرایی ندارین. این اکشن پلن معجزه میکنه. من تو بیزینس هم اکشن پلن دارم. من هر روز دارم آموزش میبینم و اینو ازتون میخوام. به عنوان تمرین اولین جلسه، میانگین درآمد 6 ماه گذشته تو مشخص کن. عددی که میخوای تارگت امسالت باشه رو مشخص کن. محاسبات ریاضیشو انجام بده. مثلا میگی من 1 میلیارد میخوام امسال داشته باشم، حاشیه سود محصولم مثلا 500,000 تومانه، من 2,000 تا مشتری میخوام، مثلا ما این 100 تا 200 تا دونه مشتری میخوام، مثلا روزی این تعداد باید مشتری جذب کنم و به همین سادگی.
میتونی بهشون برسی. شاید هم واقعا انقدر ساده نباشه ولی شدنیه، تو میتونی انجامش بدی. این تمرین رو انجام بدین، حاشیه سود محصولتون رو مشخص کنین، تعدادی که میخواین رو مشخص کنین، عددی که میخواین رو مشخص کنین و حتما برای آیدی که اینجا در اختیارتون قرار داده میشن بفرستین. کارشناسای ما قطعا میتونن تو این مسیر خیلی کمکتون کنن. بهترینا رو واسهتون آرزو میکنم. ارادتمند شما دکتر کابیانی. یا حق.